فقط همین را گفتم. این برادر ما برآمد قیام کرد، مردم دعوت کرد، حکمت گفت به خونریزی برای خوبی ببروین، مردم بتین، مردم ظلم نکنین، حکمت در دست مردم بتین. نیت ما چی بود؟ نیت ما فقط استعفای رژیم امروزه را ما طلب کردیم به یگان قطره خون. شما الله شاهده، ما در همه جا برآمدیم به قطره خون شما میتونید این را دریافت کنید، ثبت را دریافت کنید، ببینید، تماشا کنید. ما روشاد آزاد گپ میزدیم به قطره خون برطرف شین، حکومت در دست مردم بتین. نیک چیکار کردن؟ بعضی ما چیکار کردن؟ اینا فرزندوش زهرالود کردن، قتل کردن. خون میخواین. اگر تروریست ما اعلان میکنین، اکستریمیسم پروا نداره. من تروریستم، من اکستریمیستم، خونتون میخوره، به خون جواب میگین. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! شما را قتل کردین. شما را قتل کردین. این 1000 پاراشی، 1000 پاراشی پاروی موی، انا موی پارویو. 1000 پارا مشتگیم کاری را ما ادامه میتیم. والله بالله تالله جواب میگه. والله بالله تالله جواب میگن در خونی. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! لا اله الا الله! محمد رسول الله. به نام الله قسم، من حتی در گور آرام نمیگیرم اگر که تا این رژیم برکنار نشود. مقصد ما را چی میگن؟ ما را میگن که این خیلی گپ نزنین، اسلامیستان نگن، هر چی میخوایم گفتن بگیره. او وطنی ما، انشالله ما چه خیلی بخوایم اسلامی ما میفره، اسلامی شو کنیم. خیلی که ما میخوایم انشالله برازی الله انا خیلی کنیم. کاری شما بر ما نباشه. این به همه دخل داره. چی بعد ابر قدرت پس قدرت میانه هر کسی باشه نباشه. این وطنی ما خیلی میخوایم آنم خیلیش میکنیم. الله اکبر! اسلامیش میکنیم. برادرای زندانی را فراموش نکنید. انتقام و قصاص مون نمیگیره. هر خیلی اگر امروز مرا برای سوت میکنن، گم میکنن، من در اینترپل هستم، همه بفهمید من در اینترپل هستم. برادرای من در اینترپل هستن. ما را سود میکنن، دپارتاسیون میکنن، گور میکنن، نه که این مبارزه ما تمام نمیشود. 1000 تا برآمدگی ایده برادر را پیش میبره. این برادر ما را نیتش اسلام بود، آزادی دین بود، آزادی ملت بود، آزادی مردم تاجیکستان بود. نوابسته از ملتش. روسیه، تاجیک، قرغیز، ازبک فرق نداره. ما همه برادریم. همه ما برادریم، همه ما مسلمانیم. Kah kan kardeşim, kah düşman, kah yol yoldaşı, kah organ. Kah kan kardeşim, kah düşman, kah yol yoldaşı, kah organ. Hey hey can sesinde, son nefeste an beni. Aman, 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 her cihandan sor beni. Kah yol yoldaşı, kah organ. Assalamu alaikum دوستای عزیز. البته معلوم است برای شما که امروزه حکومت تاجیکستان یک حکومت دیکتاتوری است و این برای تمام جهان معلوم شد که این شهیدی که امروز جان خود را تسلیم کرد برای مردم مظلوم تاجیک، برای دین خود دفاع کرد، برای ملتی که خود خیز دفاع کرد، برای ناموس خود خیز دفاع کرد. دوستای عزیز، این 4م روز است که این برادر ما، این شهید بزرگوار عمر علی قواتوف، 4م روز است که خون این جاری است. این شهید اعلی شد. این کاری که امام علی کرد، این ظالم پدرنالد، هرگز این فراموش نمی شود و تا آخرین نفس قسم به خدایی که رب کعبه است، تا آخرین نفس ما مبارزه میبریم. Ladies and gentlemen, I would like to state that this person, Umar Ali Kuatov, was a brave man of
our people of Tajikistan. I would like to state that you know today's the tyrannical system existing in the world. One of the tyrannical systems is our country, Tajikistan. Since 24 years, Imam Ali Rahman, president of Tajikistan, praising the people. And that's why the people of Tajikistan, they are leaving their families, their children. They are going to another countries to earn money. And from that side, Russia praising people. And from this side, Imam Ali Rahman regime praising people. We will never forget this praising. We will continue the way this guy has been on that way, inshallah.